دوستان عزیز قرار داریم در ولایت مازندرانی جمهوری اسلامی ایران در نزد در پژوهشگاه انار آقای خاکزاد. آقای خاکزاد شما یک انار دیگر کندید از آن اصلا ببین عذر بخشش از کدام کندید؟ از این همین درخت. همین درخت است. بله. این درخت این انارش ببین تاجش بسیار کوتاه. بهترین تاجش کوتاه است. تاج کوتاه شیرین میاد میگویند. این شیرین باشد. شیرین باشد. بله. خیلی کنه یک بریده با من تی. من دارم نزدیک انار رو ببینید. این آخه انارشون قیمتی بد. او دونه‌اش هم کلان بده است. بیا. ما از این نه چشیدم با پرتویت با دوست دیگه. جان. دوست دیگه پرتویت با. بیا. آدم زندار کودک داره چی میشد؟ آن شد. بسم الله الرحمن الرحیم. همین انار ما یک چشم. دونش در تلفن سرخ است. این خیلی سیاه تر است. شیرینی بدونه؟ بله. شیرینی بدونه. اون رو همون خوردیم همه نبود؟ نه اون یکی دیگه است. این نهالش دارم به شما بدم. این خدا نرخش ارزان تر میکنید. همون قیمت همون به شما میدم. قیمت همون قیمتی بد گفته شما. نه وای قیمت شما قیمتی گفته که در آسمان است وای نرخ آقا جان. آسمان نیست. همدیگران عزیز من در حقیقت انار به دست اینو لیکن زوری ما و شما نمیرسد نه چون نرخی گفتاد است که نرخ بالا خیلی کدام زکات کند ما این نرخ یا تا دوتا گرفتنی باشه یا تا دوتا نمیتونیم گوش از کو چند تا گفت 10000 میتونیم تا گفت با نبینی این در حقیقت بازار میگیرد نکی اینش ول رنگ نگرفته است لیکن این بازار میگیرد در حقیقت اكو نمیدونم من چیکار کنم قطعی مرد لبه این درخت اصلا خار نداره. خور نداره. اصلا خار نداره. بیا بغلش کن. این درختش با خور نداشته است. اصلا خار نداره. برداشت کنی درشتره. در حقیقت خور نداره. من هم میگم خور نداره. انار ما خور داره. انار ما رو قطعا نمیشه. هم داره عزیز این انار اینقدر در حقیقت که این کس کار کردن برای پول میپرسد. من گفتم برای ثواب که نه گفتم ثواب رو در تاجیکستان گروه انگور و باغ میکرد. اینجا پول. من هم داره عزیز. ببینید. این انار اولی اناری که چیز کردیده درسته؟ آره. این دندور است. دنداره؟ کجا دنداره؟ اینه. بخور. در حقیقت انار جون این انار نه. اوه خدا گوش کن. این منطقه ما چجوری میشه؟ هر کجا ایران ببری. من اینجا شهر نودیدم این طرف نودیدم اینو ببینید. نه انار بستن شو ببینید. با این یک بدونه از شیرین شکر بر شیرین. نمیدونیم چی کنیم ما این انار گیریم. نمیدونیم چند پول تیم که یک درختشو گیریم. همداران عزیز های در پناه خدا باشید. دوام میتیم سفرمون را. افسوس که این بسیار قیمت است. این حالش. های یک پدپسات شوید. لایک مونید التماس.